سلام، من سارا راستی هستم، روانشناس کودک و نوجوان. توی این ویدیو قرار راجع به این صحبت بکنیم که والدین گفتن وقتی که بچه‌مون ناراحته یا استرس داره یا گریه میکنه نمیتونه بخوابه چیکار ما باید بکنیم؟ آیا باید بغلش بکنیم یا باید از شب تا صبح کنارش بخوابیم یا باید ولش کنیم خودش بخوابه؟ در واقع این مربوط به بچه‌های تقریبا 5 سال تا 9 سال هستش و این راهکار واسه یه والدینیه که میخوان به صورت موقت یه عادتی رو واسه این بچه ها ایجاد بکنن. در واقع بچه ها به صورت کلی حالشون خوبه و بعضی شبها این ناراحتی واسهشون پیش میاد. این حالت در واقع زمانی هستش که کورتیزول که هورمون استرس هست افزایش پیدا میکنه و توی مغز ترشح میشه و ما میخوایم این هورمون رو کم بکنیم. در واقع این یه چرخه استرس شبانه هستش که چون بچه‌ها مغزشون انعطاف‌پذیری بالایی داره، ما با چند روش عادت رفتاری میتونیم این چرخه رو به هم بریزیم و حالت آرامش رو به بچه افزایش بدیم. در واقع اولین راهکار که توی خیلی از مطالعات استفاده شده، راهکاری هستش که یه مادری واسه بچه‌ای که 7 سالش بوده استفاده کرده و بهش میگه جعبه عاطفی امنیتی. در واقع این جعبه شامل یه عکس خانوادگی، یه عروسک یا یه وسیله‌ای که بچه دوست داره و صدای ضبط شده مادر هستش که توی اون به بچه اطمینان داده کنارش هست و احساس امنیت رو براش فراهم کرده. در واقع گفته مثلا گفته که اه، تو در آرامش هستی و تو جات امنه. در واقع بهش گفته که تو در آرامش هستی، من کنارتم و تو راحت میتونی بخوابی. یه اطمینان کوتاهی بهش داده و این صدا همراه با صدای مادر هست. این در واقع یکی از این در واقع یکی از اینها رو بچه میاد انتخاب میکنه و هر شب از اون استفاده میکنه. بعد از 3 شب اولین بار بچه بدون گریه میخوابه و توی چند تا مطالعه هم این اثبات شده و راهکارش برای بچه‌های که خیلی گریه میکنن سازگار بوده. در واقع راهکار دیگه‌ای که واسه بچه‌ها استفاده میشه تنفس 4-4-6 هست. در واقع توی این تنفس هورمون اکسیتوسین افزایش پیدا میکنه و هورمون کورتیزول کاهش پیدا میکنه و به این صورت انجام میشه که در واقع 4 ثانیه دم انجام میشه، 4 ثانیه بچه تنفس رو نگه میداره و 6 ثانیه اون رو فوت میکنه یا بازدم انجام میشه. این بعد از چند مدت که انجام بشه تاثیرش خیلی میتونه روی تنظیم خواب کمک کننده باشه و این روش میاد در واقع فعالیت پاراسمپاتیک رو زیاد میکنه و بعدا به حالت آرامش برمیگرده. یه راهکار دیگه‌ای که استفاده میشه چک کردن تدریجی همراه با لمس هست. در واقع وقتی بچه‌ها دارن گریه میکنن یا یه لجبازی میکنن یا نمیتونن بخوابن، والدین به مدت 3 دقیقه حدوداً صبر میکنن تا اون غر زدن و اون لجبازی یا اون گریه کردن فروکش بکنه و اونا فقط نظاره‌گر این داستان هستن و هیچ کاری انجام نمیدن، هیچ عکس‌العملی نشون نمیدن. بعد از این مدت میرن و سرش رو نوازش میکنن یا بغلش میکنن و بهش همون موقع میگن که تو در آرامش هستی و تو الان میتونی بخوابی. در واقع این باعث میشه که یه ارتباط فیزیکی و یک احساس امنیت رو رابطهشون رو بچه بتونه با همدیگه ایجاد بکنه. بعد از چند شب این کار رو انجام دادن بچه میتونه این رابطه رو توی مغزش ایجاد بکنه و راحت‌تر به خواب بره. ولی به صورت تدریجی یعنی چی؟ یعنی هر شب اول که 3 دقیقه صبر کرده، والدین 3 دقیقه صبر کردن بعد این نوازش رو انجام دادن، روز بعد یعنی شب بعد باید این زمان بیشتر بشه، مثلا بشه 5 دقیقه صبر بکنن و بعدش اون رو نوازشش بکنن یا بغلش بکنن و بهش بگن که تو الان در آرامش هستی یا تو در امنیت هستی، من کنارتم، تو حالت خوب میشه. در واقع این زمان باید کش پیدا بکنه و بعد از چند روز
این حالت رو بچه‌ها میتونن متوجه بشن و بعد از یه مدت هم بچه‌ها خودشون دیگه بدون این میتونن به این آرامش برسن و خودشون به خواب برن. در واقع این 3 تا راهکار واسه یه زمانی هستش که بچه‌ها مشکلات شدید رفتاری ندارن و بعضی شب‌ها حالا به خاطر ممکن امتحان باشه، به خاطر یه اتفاقی باشه که توی روزشون افتاده، چند شب به صورت موقت این اتفاق واسهشون پیش اومده. یا ما می‌خوایم یه زمانی هست که یه سری عادت‌ها رو واسه بچه‌ها ایجاد بکنیم. واسه این حالت‌ها ما میتونیم از این 3 تا روش استفاده بکنیم که بتونه کورتیزول رو کم بکنه و این چرخه خودکاری که توی مغز بچه هستش رو بتونیم بشکنیم و حالت اکسیتوسین رو افزایش بدیم و بچه آرامش پیدا بکنه و بتونه این عادت رو توی چند روز انجام بده. ما بعد از چند روز حتی میتونیم یعنی بعد از یه مدتی که انجام شد دوباره انجام نشد و بعدش دوباره انجام شد، یعنی 10 روز بینش فاصله بدیم و دوباره این عادت‌ها رو تکرار کنیم. این خودش میتونه خیلی به یادگیری بچه‌ها هم کمک کنه. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. لطفا نظراتتون رو بعد از دیدن این ویدیو و انجام این ترفندها بهم بگین و بازخوردش رو حتما با هم دیگه بتونیم تحلیلش کنیم. ممنونم.